وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة وأولادنا عالمة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. پروردگارا دست بندگی به سوی درگاه به همتای تو برداشتیم با امید آنی که علمی که برای مردمی تو نباشد، به منفعت مردمی تو نباشد، به منفعت دینی تو نباشد، خدایا به سوی تو از این گونه علم پناه طلب میکنیم. و من قلب لا یخشی، از دلی که از تو نمیترسد. و من لسان لا یذکر، از زبانی که ذکر تو را نمیکند. و من بطن لا یشبع، از شکمی که اصلا سیر نمیکند. خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. مرادها و مطلبها و مقصودهای نیکی که در دل داریم خدایا به حرمت این روز برآورده خیر بسازی. گذشتگانی که از ما گذشتند خدایا روح ارواحشون شاد و قبرهاشون پرنور بسازی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعيب وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظیم. خداوند در سوره مبارکه عنکبوت که با معنای ما و شما که عنکبوت تارتنک میگیم، در همین سوره به ما و شما خدا خبر میدهد. چی میگوید؟ این آیتی که الحال بر شما خواندم خداوند خبر میدهد ای بندگان من، ای فرزند انسان، شما یقینا بدانید که این دنیایی که شما زندگی میکنین الا لهو و لعیب، این دنیا لهو است و لعیب است. لهو و لعیب گفته بیهوده است و لعیب مثل بازیچه هست. و این دار الاخرة لهی الحیوان لو كانوا یعلمون. خدا در دوام این آیت چی میگوید؟ میگوید لکن سرای آخرت، لکن جنت، لکن آن دنیایی که ابدی هست شما به سوی او میروید، این چه هست؟ این لهو نیست، این بازیچه نیست. اگر شما میدانسته باشید. لکن دنیا، مفسرای قرآن میگویند خداوند میگوید به منزله یک بازیچه هست، مثل که میگوید در یک بازیچه یک گروه کودک‌ها بازی میکنند، یک سرگرم بازی میشوند. بعد سرگرم شدن، بعد که دل اونها را این بازی زد، او را ترکش میکنند و هر که پراکنده میشود. دنیا به همین منزله هست. بازیچه طفل، بازیچه طفل فریب، این متاع در به عقل مردمان که بدین مبتلا شوند. شاعر میگوید البته این به منزله همون یک طفل، یک متاع دهر، به منزله یک بازیچه‌ای که طفل‌ها سرگرم او میشوند، به عقل مردمان که بدین مبتلا شوند. از این خاطر این دنیایی که الحال خداوند بر ما و شما صفتش کرد، میخوام یک نظم از مولوی جنون در باب این حیات، در باب این دنیا به سمع شما برسانم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر که گر داماد بر این پیر شد، پیر گفته همین دنیا را میگن، داماد گفته کسی که اگر شفته دنیا میشود، کسی که برای همین دنیا شده آخرت خود از دست میتر، یعنی مثل زندگی میکند که ابدی گویا که نمیمرده باشد. هر که گر داماد با این پیر شد، پیشه او حیله و تزویر شد. من همی بودم یکی از خواستگار، لیک عشق یار دامنگیر شد. حضرت میگوید من هم یک خواستگاری بودم، من هم میخواستم که داماد همین دنیا شوم، لیک عشق یار دامنگیر شد. لیک هزارها شکر که این رحمت الهی بالای من بارید و بر من عشق خچ در بالای سر من بارید و من از این دامادی این دنیا چی شدم؟ دور شدم. دیدم آخر حال داماد و عروس، دیدم آخر حال داماد و عروس، زال بالا خواست شوهر زیر شد. حضرت میگوید
فکر میکنم بسیار یک مصرع‌های عادی برای ما و شما بیان کرده است. دیدم آخر حال داماد و عروس، زال بالا خواست شوهر زیر شد. هر وقتایی که اگر شخصی که میخواهد که این دنیا را در نکاح خود بدرارد، مثل هست که این دنیا به همون دنیایی هست که شوهر خود البته زیر میکند، شوهر البته میکشد نابود میکند، لکن این دنیا در جای خودش باقی میماند. حضرت عیسی علیه السلام وقتی که به سوی خداوند مناجات کرد، پروردگار همین دنیا را در صورت خودش من نگاه کنم. وقتی خداوند این صورت آورد در صورت یک زنی، میگد غزالی در کتاب مکاشفت القلوب خود میگوید به منزله یک صورت زن پیرانسال میگد در نزد حضرت عیسی حاضرش کرد. حضرت عیسی گفت ای دنیا، گفت چند شوهر داری؟ گفت شوهری من عدد ندارد. گفت آیا طلاقشان دادی یا اینکه از خانه پیششان کردی؟ چگونه معامله کردی؟ نه، گفت نه طلاق دادم نه از خانه پیش کردم، بلکه همشه به هلاکت رسانیدم. حضرت عیسی میگه در تعجب شد، گفت پروردگارا من حیرت هستم در اون مردهایی که چونین زنی که شوهر خودش به قتل میرساند باز با چونین زن نکاح میکنند، چونین زن محبت بر او میبندند. دیدم آخر حال داماد و عروس، زال بالا خواست شوهر زیر شد. گرچه میگویی که از وی حاضرم، لیک او مثل سگی خفگیر شد. میگوی با زبان میگوی که برای من دنیا لازم نیست، لیکن فراموش نکن که این دنیا مثل همون سگ خفگیر است. میگه از دامان تو مستحکم میقفد، کاری میکند که وسواسهای شیطان به تمام جریان بر سوی شما هجوم میکند با واسطه همین دنیا. ای جنون، با اهل دون صحبت مکن، حاصلی هر صحبت تأثیر شد. رسول اکرم روایت میکند، میگوید این مما اخاف علیکم من بعدی، چیزی هست که بر امتم ترسنده هست، میترسم از یک چیزی که بالای شما میآید. پیغمبر خدا گفتن چی هست؟ ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا و زینتها. میترسم گفت پیغمبر خدا که بعد از سر من این زیب دنیا، این زینت دنیا بالای شما هجوم میکند و کاری میکند که محبت خودش در دل شما جا میکند. وقتی محبت دنیا در دل شما جا شید، مال دنیا را که در دل شما محبتش که جا شید، شما دیگر بر آن عشق اساسی هیچگاه دیگر رسیدن نمیتونید. امروز همین دنیا هست، امروز همین مال است که بسیاری بندگان خدا را دیگر از عبادتهای فرضی الهی من کردگی است. هست برادرایی که وقتی که ساعت عبادت خداوند میآید کار دنیا را ترک میکنند، زیرا خدا بر اینا ندا میکند. امروز هم ندای مهنت است، هم ندای کسب کار دنیایی است و هم ندای الهی به سوی شما هست. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. خدا میگوید وقتی ندا روز جمعه کی شد، خدای شما به شما ندا میکند کار دنیایی را ترک کنین و ذروا البیع، خرید و فروش را ترک کنین. فاسعوا الی ذکر الله، شما به سوی ذکر خدا بیایین. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانسته باشید، اگر شما عاقل و خردمند باشید، این برای شما بهتر است. حضرت عبدالله را میگه یک کسی پرسید، بچه حضرت عمر، ای عبدالله، گفت چرا که انسان وقتی که در حالت نجاست می نشیند به پایان خود نظر میکند؟ میگه عبدالله به جانب او گفت ای مرد، گفت این فرشته ای هست که تو را امر میکند، تو را مجبور میسازد که بر همون نجاست خود نگاه کن، زیرا که بفهم که دنیا نمین است. این دنیایی هست که تو برای این بخیلی میکنی، آن چیزی از تو میغلطد همه این مال دنیاست. همین از دنیا گفتن. در اصل ابو هریره میگوید وقتی آمدم رسول اکرم آیتی میخوان الهاکم التکاثر، این آیت میگه میخوان و بعد اون چی گفت؟ گفت یقول ابن آدم مالی مالی،
رسول اکرم گفت فرزند آدم میگوید مال من مال من، فقط و فقط میگوید حرکتش، خیستنش، نشستنش همش مال من است، مال من مال من صدا میکنه. لکن رسول الله گفتند آیا به شما خبر بدم که مال شما چی هست؟ کدام چیز مال شما هست؟ او تصدقت فامزیت، او اکلت فافنیت، او لبست فابلیت. رسول الله گفت مالی که شما دارین صدقش میکنین، از دست شما ناپدید میشود، میخرینش تا فنا میشود، اینم نابود میشود. آن چیزی که میپوشین کونه میشود، این از مال شما. جمعه پیشین در باب یکی از صاحبان مذهب که با تکلیف شما بود که این ابو حنیفه بود، کمی حکایت کرده بودیم تا جای رسیدیم که البته حضرت پدرشان و اون زنی که در تقدیر اونها الهی خداوند کشیده بود باید به نکاح میکردن، میگرفتن. و مادامی که اینجا سوالهای خیلی زیاده پیش ماست، خواستیم که این سوالها را بر شما جواب میگیم. بعدا انشاءالله خدا خواسته باشد جمعه دیگر دوام آن قصه ای که ابو حنیفه چگونه به دنیا آمد و چگونه صاحب مذهب شدند و چگونه چی مقدار حدیث از خود کردند و چقدر مسئله را در چندین مسئله، چندین هزار مسئله اجتهاد کردند، انشاءالله به سمع شما میرسانیم. الحال میخواهم که وقتی بسیار دیگر نگیریم، سوالهایی که زیاد آمدگی از جواب اینها را به شما میرسانم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناملای محترم، به سوال من جواب دهید. کسانی که نماز فرض است نمیخوانند، ختم قرآن کردن حقوق دارند؟ یعنی کسی که نماز نمیخواند لیکن در ختمهایی که ختم قرآن میکنیم، آیا در آنها اشتراک کردن اینها جایز است یا نه؟ ترمذی میگوید لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر من الاعمال الصلاة. لا يرون اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، صحابه های پیغمبر خدا در ترک هیچ چیز میگوید آدم کافر نمیگفتند، مگر در ترک نماز آدم کافر میگفتند. اصحاب پیغمبر خدا همگی اتفاق بر این بودند که کسی که اگر نماز نمیخواند او را حکم به کفر میدادند. ما در باب نماز به فکر صحبت ها داشتیم، لکن آدمی که نماز نمیخواند، حالا که برای قپیدن قرآن جایز نیست، برای چگونه مثال ختم قرآن میکند؟ یک سوال عجیبی هست، مثل که یک زمان مردم از هندوستان برای زیارت حضرت امیرجان آمده بودند، مولوی های کلان آمده بودند. وقتی ما نزد اونها رفتیم، اونها با زبان عربی صحبت میکردند. وقتی اینجا برادرها سوالشون کردند که ماه رمضان بود، گفتند یک قسم مردم ما روزه میگیره ولکن نماز نمیخواند، آیا روزه اونها درست است؟ اونها حیرت نماندند که نخواه آدم بی نماز روزه بگیرد. حال روزه برای آدم مسلمان است، آدمی که نماز نخواند روزه برای چی فایده دارد؟ از این خاطر آدمی که نماز ندارد و چگونه ختم قرآن میکند؟ در پاره 29 از قرآن الله اعلم سوره قلم است، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جنتی ها از دوزخی ها میپرسیدند ای مردم دوزخی، آیا چرا شما دوزخی شدین؟ اونا چی میگفتند؟ لم نکن من المصلین، ما در دنیا از جمله نمازخوان ها نبودیم، ما به سبب آنی که نماز نداشتیم، عبادت خدا را که نمیکردیم، امروز وارد دوزخ شدیم. اینا البته در دنیا هم روسیا هستند، در آخرت هم دوزخ هم جای اینا هست. کسی که نماز نمیخواند، کسی نماز نمیخواند میگوید مسلمان هستم، مثل همونی هست که در تمام فحش و فحشا حاضر است، میگه دل من تازه است. برای آدم بی نماز هیچ حاجت نیست در ختم قرآن نشستن، بلکه حرکت کند که از دنیا با نماز بگذرد. السلام علیکم بابای داملا، از شما التماس سوالهای ما را جواب گردانید.
سوال: من مرغ نان دادم، گفتن اوبال است. نان هم یک نعمت الهی است. احترام کردن هر یک نعمت الهی هم برای ما و شما ضرور است. هر نعمتی را که ما و شما میخوریم، خواه نان است، خواه از کدام نوع خوردنی که نباشد، البته نعمت الهی که شد، او را باید که ما و شما چیکار کنیم؟ شکر و سپاس کنیم، از جانب خداوند بدانیم و به احترام اونها برسیم. لکن نان دادن مثال در مرغ ممکن که سببش همین باشد که مرغ که مثال جانوری هست که همون نان هر طرف میپرتاید و تیپ میکند، ممکن از همین خاطر البته گفته باشند اوبال است. لکن ما و شما گاو میتیم، سگ میتیم، اوبال نیست. مثال در مرغ دادن چی جای اوبال است؟ مادامی از ما و شما زیاتی باشد، مادامی که مثال او را خورده که نشود، دادن در مرغ است، در سگ است، در گاو است، هیچ اوبالی هم نداره. چی اوبال است؟ السلام علیکم دامنای محترم، آیا سیر یا پیاز را خوری به مسجد آمدن جایز است یا نه؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما و شما میگوید: من اکل البصل و الثوم و الکراث، هر کسی که اگر سیر میخورد یا پیاز میخورد یا مثل همینها یگان چیزهایی که بویهای ناخوب دارد، مثل پودینه است، مثل ترب است، اینا چیزهایی هستند که بویناک هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ فلا یقربن مسجدنا، بر مسجد ما نزدیک نشوند. برای چی؟ فإن الملائکه تتعزى مما یتعزى ابن آدم، زیرا اینکه ملائکه های خداوند آزار می‌یابند از آن چیزی که فرزند آدم هم آزار می‌یابند. مثال وقتی که در پهلوی ما کسی نشیند که اگر سیر خورده باشد یا پیاز، وجودی و البته بوی میکند. وقتی که بوی کرد آدمی در پهلوش نشستگی البته آزار می‌یابد. یعنی مادامی که فرزند آدم که از بوی آدم آزار یافت، ملائکه های خدا به طریق اولا از اون آزار می‌یابند. از این خاطر پیغمبر خدا گفتن به مسجد ما نزدیک نشوند کسی که اگر این چیزهای بویناک میخورند. اینا حلال هستند، حرام نیستند، لکن وقتی معین دارند. پیش از آمدن مسجد شما اینها را نخورید. در اساس این در یوسف قرضاوی هم چندین مسئله های دیگر را استنباط کردند، حتی که مثال در روز جمعه وقتی ما و شما میاییم، در این هم حدیث پیغمبر خداست، باید که وجود ما و شما پاکیزه باشد، باید که بدنهای ما و شما شسته باشد، لباسهای پاکیزه را پوشیم، بهترین لباسی که داریم همون برای روز جمعه پوشیم و خوشبویی داشته باشیم، خوشبویی استفاده کنیم تا که در پهلوی ما بودگی برادرها از چیکار کنن؟ از بوی ما و شما راحت کنن. همه حالت در نماز و بیرون از نماز پاکیزگی برای همه ما و شما شرط است. السلام علیکم دامنای عزیز، سگ بلوچک میکشد، چی خاصیت دارد؟ آدمان میگویند که خاصیت بیزیب دارد. خواهش میکنم که به ما فهمونید. راستی بار در حدیث ها دیدیم که وقتی اگر خر هنگس میزند، پیغمبر خدا گفتند که شما لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگویید و سوی خدای خود پناه طلب کنید، زیرا که خر شیطان دیده آواز میزند. لیکن در بلوچکی سگ راستی بار من ندیدم چیزی در حدیث و فکر میکنم که خاصیت بیزیب داشتن شما هم قدر بفهمین که خداوند در قرآن میگوید و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هر مصیبت، هر خاصیتی بد است، بیزیب است، خوب است به سر شما میآید، همه از جانب الهی میآید. فقط و فقط هر چیزی که میبینید شما از خدا ببینید. کل شیء بالقدر، همه چیز به تقدیر الهی است. سگ بلوچک میکشد و ما و شما باز یک عادت دیگر هم داریم که اگر بوم از چیزی هست بالای خانه کدام ما و شما نشیند، میگفتیم چغز است، میگفتیم که از این خانه کسی هلاک میشود. بیاییم که حتی چنان یک عقیده‌های پوسیدگی داشتیم که حتی چهارمغزی که از خانه بلند میشید میگفتیم صاحب خانه را هلاک میکنند. باور که همین چیزا در یاد ما هستند و حتی آدمی را در یاد داریم که همون چهارمغز کلان بریدن برای که صاحب خانه را چکار میکند؟ هلاک میکرده است. اینا در شما باور نکنید. امروز همین عقیده ها در وجود ما و شما جا گرفته است، اینا همه شرک به خدا هستند. حتی بین ما و شما در نزد دروازه ها ما نل کشال میکنیم، خرسندی در خانه میارن. از کجا خرسندی به خانه میارن؟ از دست یک آهن چی میآید آخر؟ یا در دست مثال کودکاتون، در گاورای کودکاتون، در بدنهای بعضی آدم کلان مورای چشمی را میبینید، از چشم نگاه میکنند. اونا قدرت ندارن آخر.
شما به اینا دیگر فریفته نشین. شما یگانه فقط از خداوند ببینید. هر ضرر زیانی که میآید فقط همون ذات میآورد. این موره چشمی چی است خودش آخه؟ با بعضی ملا شرم را کردم را چی آیتی میخواند میتد که برده در خانه کشال کن، البته از چشم شما را نگاه میدارد. از چشم شما را آیت های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بخوانید، آیت الکرسی بخوانید، در وجود خود چیکار کنید؟ دم کنید، ان شاء الله از کل آفات شما را اینا نگاه میکنند. آیت قرآن شفا است. با اینا هیچ وقت باور نکنید. در خانه یک برادر رفتیم، یک خاری کلان بود. یک خاری کلانی هست که همتا دروازه همون بری بالا در کشا کردگی این خرسندی میارد برای خانه. وقتی که خرسندی که بیارد، شما سوره اخلاص، سوره فاتحه میخونین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس شما ای چی هستین؟ ای پروردگارا، فقط من تو را بندگی میکنم و فقط از تو مدد طلب میکنم. مادام این آیت شما میخونین، پس وقتی که ناله، خاره، موره چشمی است، اینا را وقتی شما برای مثال حمایه خودتون استفاده میکنین، در کجا دیگر بندگی میشود؟ به اینا دیگر فریفته نشین، به اینا داده نشین. اینا از اسلام نیستن. السلام علیکم دامنای عزیز. میگویند که اگر دندان طلا کنی باید پیشکی طهارت سازی، یگان ضرر ندارد، درست است یا نه؟ دندان طلا را برای دندان طلا ماندن طهارت پیش پسش شرط نیست. اگر ضرورت باشد جایز است. اگر ضرورت باشد جایز است. لیکن اگر برای زیب زینت باشد قطعاً حرام است. اگر برای زینت کنین، همین دندانهای سالمی که دارین همینا را مثال اره کنین، میده کنین، دندان کنین، این 100% حرام است. حتی در عبادت‌های شما چی است؟ کراهیت پیدا میکنه. لیکن اگر ضرورت باشد باکی ندارد. برای این طهارت پیش پس هیچ لازم نیست دیگر. دامنای عزیز، پدر و مادر من جدا شدند. ما با پدرم هستیم. او نمیخواهد که ما با مادرم واخوری کنیم. میگوید که اگر واخوری کنید عاق میکنم. ما با مادرم واخوری کردیم، او فهمید. ما را به خانه راه نمیدید. چیکار کنیم؟ اکنون عاقی که او پدر میکند عاق هم صورت دارد. در هر یک صورتی که فرزند مطرح عاق میکنم عاق نمیشه بچه. تو پیش مادرت نره. او مادری که او را زاید است، مادری که از پدر چندین برابر حقش بلند است، چرا پیش او نرود؟ رسول اکرم وقتی نزدش آمدن گفتن با کی خدمت کنیم؟ رسول الله چی گفتن؟ امک ثم امک ثم اباک. چرا 3 بار پیغمبر خدا نامی مادر 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 بعد پدر؟ چرا پیش مادر نرود؟ فرزندش است، حق دارد که پیش فرزند نرود، پیش مادرش میرود، رفته زیارت میکند. اگرچه عاق شم که کنی عاق نمیشود. عاق تو برای آن که فرزندت نماز نخواند، عاقش که مثال در راه خدا نباشد. این چی است که هر یک کاری در که اسلام با او جانبدار باشد و تو زیدی او ببرای با عاق کنی، این عاق تو عاق ندارد، چه معنی هم ندارد. السلام علیکم دامنای عزیز. ما یک گروه طالب علمان همین شهر از شما خواهش میکنیم که به این سوال ما جواب صحیح گردونید. بعضی آدم‌ها یافت شدند که مولود نبی را بدعت می‌حسابند. شما چی میگویید؟ سوال دوم، بعد قرائت یگان آیتی از قرآن صدق الله العظیم گفته می‌شود، این را هم بدعت میگویند. به این چی میگویید؟ صدق الله العظیم گفتن چی توی بدعت است؟ بعد آیت خواندن همون انسانی که بدعت میگوید خود یعنی صدق الله العظیم میدونه چی معنی داره؟ آیت وقتی ما و شما میخونیم مثل که ما خواندم آیت و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله صدق الله العظیم، هیچ مصیبت به سر فرزند آدم نمی آید مگر که اجازت الهی نباشد. صدق الله العظیم، راست گفت از خدای بزرگ. چی جای بدعت است؟ این جای بدعتی ندارد، راست گفت است. یا صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوییم، یا حدیث گفتیم راست گفت از پیغمبر خدا. این جای بدعت ندارد. لیکن در مسئله مولود بدعت بدنش اگرچه در زمان پیغمبر خدا نبودند، در زمان اصحابم که نبود، لیکن امروز برای ما بی‌نهایت ضرور است. اگر خالی از منکرات باشد، خالی از بزم بازی و خالی از آن حرام کرده های خدا باشد مولود، این باکی ندارد.
رسول اکرم وقتی سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از پیغمبر خدا چی پرسیدن؟ مال ایمان چیست؟ رسول الله چی گفتن؟ تطعم الطعام. گفتن پیغمبر خدا که دادن طعام است. ای الاسلام خیر، کدام اسلام بهترین است؟ باز رسول الله چی گفتن؟ اطعام الطعام، باز دادن طعام است. پیغمبر خدا ایمان و اسلام به دادن طعام هم چی کردن؟ حواله کردن. حالا که مولود نبی دادن طعام است و شنیدن امر معروف و نهی از منکر است. چی جای مثال دیگر نامشروعی دارد؟ باقی ندارد، بلکه فضل است. امروز خوش به حال او برادرایی که مثال یک موعظه را تشکیل میکنند و عالما را دعوت میکنند به گوش مردم سخن خدا و پیغمبر را میرسانند. این جای بدعت است. بدعت نه تویای است که هیچ معنی ندارند، انا بدعت است. تویایی که اپا و خواهر و چد یک جای رقص بازی میکنند، انا بدعت است. این حرام است، بدعت هم نگو. مولود چی جای بدعتی دارد؟ در حالتی که سخن خدا به گوش همه مردم میرسد. امروز نه تلویزیون در دست ماست، نه رادیو، نه گازت. همین یک معرکه بعد سبب میشود ما یک موعظه میکنیم، همیشه هم بدعت ببراریم. چیکار میکنیم بعد؟ السلام علیکم داملای عزیز. با ما فهمونید که آدمایی هستند که 5 وقت نماز را با جماعت میخوانند لیکن پیوه مینوشند. اسلام اینها را چه حکم میکند؟ ما درباره اینها گپ زده بودیم. کسانی که عرق مینوشند، شخصانی که مثال پیوه مینوشند، چیزی که نباشد مسکننده باشد، اینا حرام هستند. خداوند در قرآن میگوید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خدای شما بر شما میگوید بدرستین که عرق، قماربازی، فالبینی، بت پرستی، پیش هیکل رفتن، اینا رجسون، اینا پلید هستند. من عمل شیطان، عملهای شیطانی هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر شما از این چیزها دوری بجویید از خدای خود نجات میابید. و عبادتهایی که شما در عبادت هم میکنین باز در برابرش حرام خوری میکنین. حدیثی از پیغمبر خدا یادم آمد که رسول پیغمبر خدا چی گفتن؟ اگر شما چنان نماز بخوانید حتی از خواندن نماز میانهای شما خم شود، چنان روزه بگیرین که حتی از روزه بسیار گرفتن شما مثل زیواری باریک شین، تاری زیواری باریک شین، خداوند از شما این نماز و این روزه را قبول نمیکند تا وقتی که شما پرهیز نداشته باشین. تا وقتی شما پرهیزکار از حرام کردهای خدا نداشته باشین، این نمازهای شما در نزد خدا قبول نمیشه. نماز میخواند زنا میکند، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند موسیقی مینوازد، نماز میخواند رقص بازی میکند. این چگونه نماز است؟ نمازی که تو از این کارها که من نکرد، این در نزد خدا نماز تو نماز نمیشه. نماز همون نمازی هست که تو از تمام جمعی کارهای بد راه میگیرد، منت میکند. داملای عزیز، در محله ما یک آدم ختم خوجه را نادرست برآورده است. ختم درسته یا نه نادرست؟ همین رو بر ما فهمونید. ختم خوجه نه فرض نه واجب. خدا رحمت کند بابای ملا شریف در همین شهر شما زندگی میکرد، در ما هم استاد است. هم داملای ختم کرده بودن، هم داملا بودن. حضرت میگفتن که در بین همین مردم ما بجز خواندن تبارک همون هم یک عالم بخواند، دیگر هیچ ختم جایز نمیشود. زیرا این مردم عامی است. این مردم سوره ها را خوب گذراندگی نیستند، سوره ها را خواندگی نیستند، میخوانند غلط است. از این خاطر بهترین شمین است که یک جوان است یا پیرانسال است کسی نباشد سوره قرآن گذراندگی باشد، آمدن تبارک بخواند، با 3 بار سوره اخلاص در حق ارواح همون بخشد، بس است کفایت کننده است. لیکن ما و شما وقتی ختم خوجه را دست میزنیم باید که تمام هم آدمایی که ختم خوجه میکنند همان سوره های علم نشره و سوره اخلاص همونها را گذراندگی باشند و همونها را بدانند. بهترینش همین است که یک طالب علم یک کسی باشد که همون سوره قرآن هم میدانستگی باشد، تبارک است، یاسین است، برده یک بار بخواند، بس است کفایت میکند. و باز یک راه خوبش همین است که قریب برای ختم خوجه چند نفر آدم لازم است. امروز مردم بیچاره خشاک است. 6-7 نفری که میبریم مثال در همون پنجشنبگی است با کدام خیر خدایی نباشد اشتراک کردن، همون صفی آدم کمتر باشد، هم سبکی بر همون خانه‌دار میشود، هم سوره قرآن درست خوانده میشود. این بهترین است. میبخشید ناملای عزیز، همین سوال من در جواب گردانید. دجال چیست معنایش؟ که مرا یک بچه دجال میگوید.
دجال این بسیار نامی بد است و دجال خودش کافر است. این یکی از نشانه های ساعت است، یعنی قیامت است که دجال میبراید، مردم را گمراه میکند. یک برادر دجال گفتند یا یگان لقب دیگر ماندن، خداوند در قرآن به شما خبر میدهد ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. خدای شما به شما میگوید هر وقتایی که اگر یک برادر شما نمازخوان باشد، مؤمن باشد، مسلمان باشد، در او لقب نمانید، زیرا اینکه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، آدمی که ایماندار است، آدمی که از خدا میترسد، این بدترین نام است برای آدم ایماندار. وقتی او را دجال میگوید یا یگان لقب دیگر میمانی بر او. اگر شما میگید خداوند با همین گناه خود توبه نکنید، شما از گروه ظالمان هستید. یکدیگر را لقب نمانید، یکدیگر را نامش بگیرید، فریاد بزنید. السلام علیکم. داملای محترم، ناخون دست و پای و موی سر را در تگ پای پرتافتن ممکن یا نه؟ بعضی آدمان نافهم میگویند که درست است. همین را میفهمانید التماس داملای عزیز. البته این چیزایی هستند که از وجود آدم هر چیزی که جدا میشود، اینا را ما و شما زیر خاک کردنش سنت است. در زیر خاک بمانیم، از وقتی که در قد راه میپرتاییم، خواه ناخون است، خواه مثال موی سر است، خواه موی کدام جانبی که نباشد، اگر اینا را زیر خاک اگر ما و شما دفن کنیم، این بهتر است از اینکه ما و شما در قد راه میپرتاییم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دامنای محترم. ما در محلمان مسجدی داریم که 5 وقت نماز رو در آنجا میگذاریم. همه‌مان بچه‌های جوان هستیم، اما کلانسال‌هان یگان تعشم به مسجد نمی‌آیند. آنها میگویند که مولای شما کودک بسیار در مسجد جمع کرده است، گفته از ما جوانان نفرت می‌کند. از شما داملای محترم خواهش داریم که نسبت این مسئله روشنی اندازید و حقیقتش را بر ما گویید که آنها حقاً یا ما. باز یک مولای کلانسال در گذرمان هست که تماما به مسجد و نماز جماعت نمی‌آید، ولی در توی معرکه‌ها برآمده حافظی می‌کند. از شما خواهش داریم که نسبت این کردار این مولای ما به ما حقیقتش را فهمونید. بعضی آدمان میگویند که این خیل مولا را از عقیبش نماز خواندن درست نیست و در وقت مردنش زبان او را باز دارید که کلمه طیبه را نتواند گفته. این یگان حقیقت دارد یا نه؟ از شما خواهش داریم که ما را با پررگی فهمونید. با احترام، یک گروه جوانان حقیقت جوی و مخلصان اشدی شما. خدای مهربان نگهبان شما باشد. در مسئله پیش در آمدن گفته بودیم که رسول اکرم گفته بودند 3 طایفه هست که لعنت خدا بر اونها هست، که یک تای اون که بود من اما قوم و هم له کارهون. یک کسی هست که ملا امامتی میکند در صورتی که مردم از او راضی نیست. مردم به چی گونه راضی نیست؟ مثل که کردارهای ناخوب دارد، لکن چیکار کنیم که زمانه همچنان انسان آورده است در منبر جا کرده است. اگر همچنان انسان اگر امامتی میکند یا ملاگی میکند یا واعظی میکند، البته لعنت خدا بر او میرسد. والاولا بالامامه عالم بالسنه ثم الاقرا ثم الاورع. عبارهای مختصری ما و شما چی میگوید؟ میگوید کسی حق امامتی دارد که اولا عالمی به سنت باشد، از مسئله و مسائل درکدار باشد، از حرام و حلال خداوند آگاه باشد، به سوی حرام کرده های خدا میل نداشته باشد، انسان یعنی پاکیزه باشد، پرهیز داشته باشد. اون کس حق امامتی دارد. لکن در حق اون جوانهایی که به مسجد میآیند، البته بسیاری کلانسال‌هایی هست که در این مسئله زید هستند. وقتی میبینند جوانای خرد به مسجد میآیند نافار میشوند، حالان که پیغمبر خدا به ما و شما وصیت کردگی هستند که شما دستهای کودکاتون گرفته به مسجد برید تا که اونا آموخته شوند، تا که اونا انبوه مسلمان‌ها را ببینند، تا که مثال دل و وجود اونها به یک ایمان و به مسجد عادت کنند. این یگان جای زلال ندارد. کودک در مسجد آمدن این افتخار است. برای چی منشان کنیم؟ برعکس ما و شما تیزک کنیم، برعکس ما و شما دل اونها را باز چکار کنیم؟ پرتر بسازیم، تبلیغ خوبشان کنیم تا که تمامشان آمده در مسجد بخوانند. و اون کلانسال‌هایی که به مسجد نمیآیند، خیلی اینا حالشان به خدای خودشان حواله. میآیند نمیآیند، کسی که البته میآید ثواب میگیرد. رسول اکرم میگه اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان. وقتی شما میبینید که یک برادر در مسجد حرکت دارد، خواه برای ساختمانش است، خواه برای 5 وقت نمازی با جماعت است، شما گواه باشید که او کس ایماندار است. آدم ایماندار مسجد میآید.
السلام علیکم داملای عزیز و مهربان، من از شما خواهش میکنم که به سوال من پرره جواب گردانید. من زن هستم. مرا پیرم یک هفته سبق داد و او را پدرش دیگر اجازت نداد. من خودم خواندم و حاضر کتاب قرآن را میخوانم. آیا این روا است یا نه؟ من خواندن را دوام بدهم. البته خواهر عزیز، خواندن دوام دادن در کار است. هیچ وقت از خواندن طلب علم در گردن مرد و زن فرض است. خواه پیر است خواه جوان است، در گردن همه ما و شما طلب کردن علم فرض است. باید که ما و شما البته به البته علم طلب کنیم. یعنی یک مقدار خوانده باشیم و پس از پیش خود دوام دادن بگیریم، این ناجایز می شود. همه حرف قرآن، همه آیات قرآن باید که از پیش استاد بگذرانیم. باید که طبق تجوید قرآن بگذرانیم. بعد ما و شما حق داریم که قرآن در هر جا که باشد خواندن بگیریم. هیچ وقت از تعلیم علم باز نیستیم. سراغ کنیم در کجایی که اگر یک شخص تعلیم دادگی است البته رفته درس بگیریم. السلام علیکم داملای عزیز، آیا شراب را نوشیده با مسجد آمدن جایز است؟ آدمی شراب نوش ایمان ندارد که ما با شما گفته بودیم. آدمی که شراب گفته مقصد همین عرق است. شراب گفته تمام همین نوشاکیان هم شراب میگن، لیکن مقصد ما همین عرقی که می نوشن که خداوند و جمعیت ما و شما از او بیزار است. همین در نظر دارم که انسانی که عرق نوشید ما برای شما این صحبت کرده بودیم که ایمان ندارد برای آمدن مسجد چی معنی دارد آخه؟ حتی حدیث پیغمبر خدا بود من زنا او شرب الخمر نزع منه الایمان کما یخلع الانسان خمیسا من رأسه. رسول اکرم گفته است کسی زنا میکند یا عرق مینوشد ایمان از وجود او گرفته میشود. مثل چی؟ مثل که انسان لباس خچ از بدنش بدر میکند بیره میگذارد، مثل همه ایمان از وجودش دور کردگی است. برای او مثال نماز جنازه و برای او نماز 5 وقته و برای او مثال مسجد آمدن چی معنی دارد؟ السلام علیکم داملای عزیز، جنگ داختن سگها درست است یا نه؟ و ما پرتر فهمونید. جنگ داختن سگها حرام است. در اسلام حرام است جنگ داختن سگها. حتی نظر کننده هم مثل کننده است. کسی که نظر میکند، کسی در همون مجلس اشتراک میکند مثل همون کننده ها است. اونا که روسیا هستند لیکن تماشا کننده هم مثل همون میشود. بین پیغمبر خدا حتی میگوید که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس علی مائده یشرب علیها الخمر. حتی در دسترخوانی که عرق است شما در همون دسترخوان ننشینید، اگر چی خانه شما هم نباشد. اگر شما یک جا مهمانی میرید میبینید که در دسترخوان عرق است، شما پس بگردید در اون خانه داخل نشید، زیرا که اونجا حرام کرده خدا هست. وقتی شما میبینید یک حلقه مردم جمع شده تو سگ جنگ میدازند و در اونجا پول میمونن، باز این قمار میشود. باز قمار باز آیت خوانده میسیر گفته قمار بازی را میگن، این مثل قمار میشد، حرام است. اینا عملای شیطانی هستند. بعضی برادرها را با گوش ما صداشون میآید $100 $200 $500 در همین جنگ باز میمانند. حیف بر همون مال دولتی که خدا بر همین جوانها میتش. ان شاء الله باوری دارم، باوری نه، حتی حدیثای پیغمبر خدا هست که این مال در دست او برادر دراز نمیرود. وقتی که در این راه ناحق چکارش میکنه صرفش میکنه. حاصل دنیا چی باشد ای امین؟ 9 گز کرباس با 3 گز زمین. آنچه دادی در ره حق آن توست، آنچه میماند بلای جان توست. آنچه در راه حق میتی انا همون چی است از آن ته هست. تو در راه حق صرفش کن آخه. زر و نعمت اکنون بده کان توست که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. و دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. سعدی میگوید در همین دنیا آخرت بخرین با واسطه خیر احسانتان. او $100 $200 در 1000 آدمی گشنه و تشنه است که اونا را تقسیمش که 1000 بار برای فایده دارد. استاد عزیز، درود و رحمت بی پایان بر شما. من مخلص دائمی این مسجد شما علاوه خصوص از شما هستم. من از شما بسیار چیزها را از جمعه و مولدها آموختم. استاد من هستید. شما مولای ما نیست، مولای خوب است، لیکن با مردم معامله خوب ندارد، خاکساری ندارد. آیا در این موضوع چی میگویید؟ این برادر سوال کرده است که یک داملای دارند لیکن داملاشون خاکسار نیست. داملاشون ممکن که یگان آدمی کمتر بلند هوا باشد. گفتن آیا در این مسئله چی
از خداوند، از قرآن، از احادیث پیغمبر چی میگوید؟ پیغمبر خدا میگوید که یقول الله، خداوند چی میگوید؟ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. همین کبر کردن، بلند هوایی کردن، خداوند میگوید حق من است، بزرگی باشد ایزار من است. فمن نازعنی واحدا منهما، اگر کسی در یک بگیم تکبری و بلند هوایی و اگر در یک از این صفتهای من خداوند گفته است اگر چنگ میزند، چیکارش میکنم؟ القیته فی النار ولا ابالی، او کس ما سرنگون در آتش دوزخ میپرتم، باکی ندارم. برای کسی که در دنیا سربلندی میکند، تکبری میکند، مردم نمیشمارد، یعنی خاکساری نمیکند، اینا پسند خداوند، پسند پیغمبر خدا نیستند. انسان باید که البته خاکسار باشد، هرچی علم باشد، هرچی دولت هم باشد، هرچی باشد نباشد، باید که انسان چیکار کرده باشد؟ مثل سعدی میگوید ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چه خاک. چرا ای بنده خدا از خاک آفریدت آخه، پس ای بنده افتادگی کن چه خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریده چو آتش مباش. تو حریص و جهانسوز و سربلندی نکن، مثل که از خاک آفریدت مثل آتش نباش. آتش علنگه دارد، چنان سرفرازی نمود این کمی، از آن دیو کردن از این آدمی. اگر وقتی آتش خدا خلق کرد، وقتی دید که بسیار بلند هوایی هست، از او شیطان خدا خلق کرده. وقتی خاک دید که بسیار یک چیزی پست است، از این فرزند آدم خلق کرد. باید انسان البته خاکسار باشد، در هر حالت نباشیم، چی وظیفه داشته باشیم، چی منصب داشته باشیم، چی صورتی خوب داشته باشیم، چی خانه زیبا داشته باشیم، فراموش نکنیم که ما و شما انسان هستیم. السلام علیکم داملای عزیز، از شما خواهش و التماس دارم که به سوال من جواب گردانید. در وقت نماز خواندن چشم را پوشیدن جایز است یا نه؟ نه، چشم پوشیدن در حالت نماز جایز نیست. خواه در حالت سجده باشین، خواه در حالت رکوع باشین، خواه در حالت قیام باشین، در کدام صورتی که باشین باید چشمهای شما گشاده باشد. همه صورت، خواه در زمین سجده کردن دام باید که همین نظر به پشت همین بنیتان کنین، چشمهای شما گشاده باشد. چشم پوشیدن کراهیت دارد، هیچ وقت چشم نپوشین. السلام علیکم داملای شیرین سخن، درباره توی کردن درست یا نادرست با یک طریق خوب به ما میفهموندین. انشاءالله جمعه دیگر توی امام اعظم، توی ابو حنیفه را با همسرش چگونه توی کردن، کنیم مقایسه میکنیم که به همین توی های ما و شما مانند بود یا نه. البته توی در اسلام غلط نیست، توی کردن هیچی باکی ندارد، توی کنین. لیکن مادامی که شما نام مسلمانی دارین، شما وقتی مسلمان که باشین باید از حرام کردهای خدا دور باشین. آخه در توی آن چیزایی که ناجایز است، مثل امروز رقص بازی به طریق اولا حرام است، یا اینکه در بالای مثال در سرخانهاتون تمام چیزهای حرامی که میبرارین، اینا حرام هستند، اینا خود اسراف هستند، حرام هستند، اینا برای ما و شما جایز نیست کردنش. طریق خوبش همین است، طریق خوبش همین است که یک نماینده از دین، یک عالم، از یک پیشوا بیار برای مردم کم پند موعظه کند، این بهترین برای تو، این جهاد است در راه خدا. چگونه ای که امروز مردم غرب جهاد کردند زیر دین اسلام، مثل که چیکار کردند؟ توی رقص و بازی و زنا و همه چیز برای ما و شما فاش کردن و در تلویزیون ما و شما نمایش میدن. ما و شما هم جهاد ما همین است که البته این حرام کرده های اونها را قبول نکنیم، اونها را به جانب خودشون بگردانیم، این از جانب ما و شما هم جهاد میشه. اگر به طریق موعظه هم که اجازت ندادن، به همو زدن پا و به همو خواهرت قطعی یک بچه دیگر پرورش کردن بگذرانش، این هم برای تو افتخار است. السلام علیکم داملای عزیز، برای 7 سری سال به ما میفهموندید. 7 سری سال اینا در یگان حدیث پیغمبر خدا آمدگی نیستند. اگرچه از اولادای پیغمبر خدا بسیاری ذاتها گذشتند، شهید شدند، لیکن در یگان حدیث نیامده است که اونها رفتن در اونجا 7 کرده باشند، 40 کرده باشند، یا سال کرده باشند، یا 6 ماه کرده باشند. اینا از اسلام نیستند. فقط اسلام ما و شما به خیر احسان ما و شما را دعوت میکند، همین هم شرایط داشته باشید.
کدام روزی که دست ما و شما میرسد برای روح ارواح ما و شما همون روز رخصت است. جدا نکنین. حتی صاحب خلاصه، این کتاب خلاصه کتاب مذهبی است. کتاب خلاصه کتاب مذهبی است. پیرو ابو حنیفه است. صاحب ابو حنیفه در مذهب دارد. همون صاحب خلاصه هم چی میگه؟ کسی که اگر معرکه میکنه به نام چیل، به نام حرف، به نام ساز، همون معرکش مکروه است. نام نگذارد. میگه فقط بگه در راه خدا است، برای روحانیت است، فقط با دستش برسد. او روز در مسجد که داملا خانواد همه علما جمع شده بودن، طبق همین فاتحه گپ زده بودن. همین فاتحه‌ای که امروز ما و شما میکنیم، آخه همین فاتحه در کدام آیت و حدیث ما و شما است؟ اگر مسلمان باشیم آخه از فاتحه از توی دوازبین شده است. از فاتحه یک توی دیگه شدگی است در ما و شما. اینا تماما برای ما و شما جایز نیست. بعد ما و شما یک مطلب داریم، بعد این مردای ما و شما بعد میان ما و شما را میکنه گفته و با دیگه جای ما و شما را میدرونه گفته، ما و شما هر خیلی مطلب میکنیم. نه، به عقلی ما و شما خیلی. شما یک پیشوا را گوش نکنید، شما به قرآن به حدیث گوش ناندازین، البته میان شما کنده میشود. این خراجات های بی معنی شما را البته قشاق کرده است. در فاتحه هم حاضر بزم و موزیک و رقص بازی است. در فاتحه هم 7 زل خراب میکنن. این در کجا است؟ اینا را بتونین قدرت داشته باشین، مردک باشین، پیش رم زن تا بگیر تمام کار بسته میشه. نمان همون زن تا نمان که فاتحه کنه تمام میشه کار درست. اگر غیرت داشته باشی، نیکی نداشته باشی، مرحمت میانت میکند، پاد میشکند، چه میدونی اونم زنت. السلام علیکم. دخترها از سن 7 سالگی به مکتب سر لوچ میروند، گناه است؟ السلام علیکم داملای عزیز. تاقی یا سرپوش در نماز مسئله مهم است یا نه؟ البته دخترها به مکتب رفتن سر لوچ گناه است. خداوند به شما ندا میکند به سوی پیغمبرش: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفور رحیم. ای محمد، اول زنهای خدا و دخترهای خدا، بعدا به تمام زنهای امتت برسان که بالای سرشان چیز پرت آید. این مقصد از روی مال است که سرهای خودشان پوشانند، لوچ نکنند، تا که دانسته شوند که این زنها زنهای آزاد هستند. ببین امروز اگر زنی که سطر داشته باشد، زنی که سرش پوشیده باشد، همون بچهای افلاس نمیتونن که به سوی اونها یگان سخن پرت آیند. هر بچه‌ای که گپ میتد، همون زن همون دختر گپ میتد که یعنی روی مال ندارد، پیشی برای که شاده دارد. البته گناه هست. فکر میکنم که هیچگاه البته همون معلم هایی که در مکتب هم هستند مجبور نمیکنن همون دخترهای ما و شما را که سرشون علوش کنن، زیرا اونها هم دعوا دارن که مسلمان هستیم. حتی که اگر شما گوش کرده باشین در تتارستان، در قزان، تمام مردمش به سوی همان سردار، همون پرزیدنتش مراجعت کردن که ما در پاسپورت صورت سر هیچ قطعی صورت نمیگیریم. مردم همون پرزیدنت همون قزان چیکار کرد؟ همین داد مردمش در رسید قبول کرد، همین قانون را به جا گذارانید که در پاسپورت با سر هیچ صورت نگیرن. ما هم حق داریم که مرحمت دعوا کنیم، یا که مثال یک پیشنهاد کنیم، کدام مرد است زن است کدامت که مثال میتونیم پیشنهاد کنیم. اگر همین انشالله باوری دارم که میگذره، هیچ کس ما و شما را برای آن چیزی که اسلام ما و شما طلب میکند نمیکشد. آخه السلام علیکم داملای شیرین سخن. من مخلص دینه شما هستم. آیا زنی که شوهر دارد و شوهرش کار نمیکند درست است که در بازار نشیند؟ دویم سوال: آیا شوهری که قسم خورد که زنم طلاق، خانم حرام، زنش 3 طلاق، زندگیش درست است یا نه؟ یعنی مردی که اگر قسم بخورد که زنم طلاق، خانم حرام، اگر دروغ گفته باشد البته به البته زنش طلاق است، خانش حرام است. لیکن شما فراموش نکنید که این قسم ها قسم نیست در اسلام. شما به زن طلاق و به حضرت امیر جان و به حضرت سلطان قسم نخورید، زیرا که اینها شرک به خدا هستند. آخه قسم به خدا است فقط. والله بالله تعالی قسم به خدا بخورید تمام. دیگر بر یگان چیزی دنیای شما قسم نخورید که شما در قسم خوردگیتون اگر با 3 روز روزه نگیرین در نزد خدا گناهگار هستید. اگر تو بگوی حضرت امیر جان بزنم، اگر چی گپی راستم بگوی 3 روز روزه نگیری تو در نزد خدا گناه کبیره کردگی.
شما قسم نخورین، اینا یا زدن هم نمیتونن ما و شما را، اینا هم بنده هستن. یا نان بزنم، شیر بزنم، اینا قسم خوردن آدم گناهکار میشه. هیچگاه به اینا اولا قسم نخورین. وقتی کسی آدمی قسم خورد که زنم طلاق، خانم حرام، البته خانش حرام میشود، زنش طلاق میشود. و زنی که البته در بازار می نشیند، شوهرش کار نکند، اگر شوهرش عذر داشته باشد، شوهرش مثال یگان معیوب باشد، یعنی هم حواله به سوی اگر همون زنش باشد، زن میتواند در بازار نشیند به صورتی که همون سطر اسلامی را به جا بیارد. اگر لباسش لباس اسلامی باشد، اگر لباسش طبق گفته قرآن و حدیث پیغمبر خدا باشد، باکی ندارد. زن معنای را ندارد که باید که حتمی در خانه نشیند. میلش امروز زنها میتونن که بیرون بازار است، مثال از برای یگان روزگارش یگان کاری میبراید، مثال با بیرون براید، در حالتی که همراهش یگان محرمش باشد، یا اینکه لباسش چکار کرده باشد، لباس اسلامی باشد، مرحمت از خانه بیرون شود، باکی ندارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این سوال و جوابهایی که از جانب این برادرها شد که سبب نگاه کردن چند کتابها برای ما هم شد، خدای اینها را در نامه اعمال همه این بندگان کتابت بفرما و خدای محبت خودت، پیغمبر ایمان و اسلام تا در دل همه ما بندگانت باز هم زیادتر جایگیر بساز. خدایا گذشتگانی که داریم همش رحمت و مغفرت بسازد و در دل ما و شما محبت خودش، محبت پیغمبرش، محبت قرآنش خداوند جایگیر بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. خیر احسان هایی که در اینجا شده است، هر مراد و مطلب هایی که باشد، خداوند با فضل کرم خود برآورده خیر کند. آمین و رب العالمین.